سلام عزیزان، بریم سراغ صفحه 32 کتاب سال 12 یا همون ویژن 3. چیز خاصی هم نداره و براتون بخونم ترجمهش کنم. تمرین A رو شروع میکنیم. یه بنده خودم اینجا خوابیده رو سرش پارچه گذاشتم، فکر کنم آنفولانزا گرفته. Sam has not come to work. سم نیومده سر کار. I've heard he's sick. شنیدم که مریضه. Isn't he؟ نه یا نیسته. همون تای کوئسشن هست که بهتون گفته بودم. He is isn't. فعل کمکی is آخرش برعکس میشه. What's wrong with him؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ What's wrong with you؟ چته؟ مثلا The doctors are checking his health condition. دکترها دارن بررسی میکنن شرایط سلامتیشو. بچه این کلمه condition رو یاد بگیریم. بعضی وقتا این کلمات سخت رو که میبینم بهتون میگم، حالا زیرش خط بکشید معنیش هم بنویسید. condition ازشون ممکن سوال بیاد تو دیکته، تو املا ازشون استفاده بشه. It isn't something serious, is it؟ یه چیز جدی نیست هست. ببین it isn't اینجا منفی، تو تای کوئسشن علامتش برعکس شده، مثبت شده. Is it؟ I hope not. امیدوارم اینطوری نباشه. یه سری مثال دیگه اون پایین نوشته براتون میخوام ترجمه میکنم. He is really generous. واقعا آدم سخاوتمندی. Generous. Isn't he؟ من با این generous کار دارم باهاتون. بچه generous صفته، بعد generosity اسمشه. این دوتا رو دقت کن. generous سخاوتمند صفته، بعد generosity اسمه. فارسیشو فکر کنم بدون میشه سخاوت یا سخاوتمندی. اینا رو خیلی باید بلد باشین ها که اسم و صفت و فعل اینا چی میشن. البته بدبختی اینه که فارسیتون خوب نیست. ببخشید ناراحت نشین ها. چون مثلا نه فیلمی تماشا میکنی، نه مجله، نه روزنامه، نه چیزی. من شاگرد داشتم که میگفتم خب عزیزم سخاوتمند صفته، اسمش چی میشه؟ اصلا بهش گفتم با سخاوتمندی برای من جمله بساز. میگه او فرد سخاوتمندی است. بعد مثلا بعضی وقتا جمله نمیتونستم بسازن. سخاوتمندی به معنای اسم بود، بعد این باز دوباره صفت استفادهش میکرد. یکم فارسیتون باید قوی تر بشه. اینا رو یاد بگیرین ها. تو کنکور و این امتحان نهایی اینا بینا زیاد برمیخورین. They are going to leave here. اینا میخوان یا قصد دارن که اینجا رو ترک کنن. Aren't they؟ ببین اینجا آر داره. This cannot be true. این نمیتونه حقیقت داشته باشه. Can it؟ ببین چقدر جالب. اینجا فعل کمکی ما کنه منفی اومده، تو تای کوئسشن علامتش عوض شده، برعکس شده can it. بریم سراغ صفحه 33 که خب ندارمش. این لیسنینگایی هستن که من درآوردی کتابای آموزشی آموزش پرورش، کاری ندارم، فقط ترجمه میکنم. اینجا رو نوشته Why is Amin busy these days؟ چرا امین این روزا سر شلوغه؟ خب مجبور 3-4 شیفت کار کنه دیگه با این گرونی بدبختی، بازم نتونه. Why does بهزاد think about health؟ چرا بهزاد در مورد سلامتی فکر میکنه؟ سلامتی با این گرونی هم میشه سالم موند. بریم پایین. اون یه مادر دختری هستن، البته حجابشون کامل. این خیلی مهمه، نگاه کنید. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. حالا اینکه سلامتی و کار و بدبختی نداره، اونا به درک. پول ندارین به جهنم، گشنه هستین به جهنم. ببین چقدر قشنگ حجابشون تو این تصویر مشخص هسته و این مهمه. حالا اصلا گشنگی بمیر به درک. نوشته که Where are they going؟ اینا دارن کجا میرن؟ باید گوش کنیم نمیدونیم. Why does مینا prefer chess؟ چرا مینا شطرنج رو ترجیح میده؟ دوستان یه نکته امتحان نهایی یا کنکوری بهتون بگم. prefer یعنی ترجیح دادن، بعدش فعل ما با مصدر میاد، مصدر با تو. مثلا I prefer to go. اینجا رو خوب دقت کن، چند بار پلیش کن. یا مثلا میگم I prefer to work outside. ترجیح میدم کار کنم خارج، یعنی خارج از یه محفظه بسته برم کار کنم. میخوام برم مثلا تو باغ کار کنم. این دوتا مثال بود. حالا من میخوام بگم چای رو به قهوه ترجیح میدم. I prefer tea to coffee. مراقب باشید. I prefer red to blue. قرمز رو به آبی ترجیح میدم. اینو خیلی دقت کن. میخوام بگم دویدن را به نشستن ترجیح میدم.
I prefer running to sitting. اینجا جفتشون ing دار شدن. دو تا فعل رو که یک فعل را به فعل دیگری ترجیح میدم. I prefer swimming to sleeping. شنا کردن رو به خوابیدن ترجیح میدم. این جریان فعل prefer هسته و این نکاتش. اینم پایان صفحه 33. میریم سراغ سخت شد از این بابت که خیلی باید دقت کنی اینجا. بریم سراغ صفحه 34 و 35 و 36. من قبل از اینکه این 3 تا صفحه رو بهتون بگم میخوام بازش کنم، بعد میریم وارد جزئیات میشیم. بچه‌ها یک کار مهمی که تو انگلیسی باید یاد بگیرید وصل کردن جملات به هم دیگه است. نگاه کن، من داداشم رو خیلی دوست دارم، باهاش فوتبال بازی نمی کنم. ببین اینجا یه حالت تعجب از یک تضاد برات به وجود میاد. عذر میخوام. آقا تو چجوری بعد داداشت دوست داری باهاش فوتبال بازی نمی کنی؟ این تضاد رو من باید به هم دیگه بچسبونم و نشون بدم به این دوتا کلمه. I love my brother. داداشم رو دوستش دارم. But I don't play soccer with him. ولی باهاش فوتبال بازی نمی کنم. یه تضاده. تو چجوری عاشقی آدم هستی باید باهاش فوتبال بازی نمی کنی؟ اینو با but نشون میدم. I am very مثال بعدی. I am very sick today. من خیلی امروز مریضم. در ادامهش یه جمله دیگه دارم. I want to visit my doctor. میخوام دکترم رو یعنی برم پیش دکترم ملاقات کنم. خب این ملاقات دکتر نتیجه بیماری منه. پس باید بگم I am very sick today. So بنابراین I want to visit my doctor. دیدین چطور شد؟ یه جا تضاد بود but اینجا یه نتیجه بود دیگه. یعنی آقا خب برای چی باید بری پیش دکترت؟ نتیجه بیماریته که باید بری پیش دکترت. So I want to visit my doctor. اینو نگاه کن. I have 3 cats. من 3 تا گربه دارم. I want to buy 4 dogs. 3 تا گربه دارم، 4 تا سگم میخوام بخرم. یعنی این 2 تا جمله باید با هم دیگه جمع بشن. یه جور تجمیعی وجود داره این وسط که 3 تا گربه داره بماند، 4 تا سگم میخواد بخره. اینجا and میذارم. I have 3 cats and I want to buy 4 dogs. این شون and. پس تا الان با 3 تاشون آشنا شدیم. با تو، سو و and. اینا بچه 7 معروفن به فن بویز. for or nor. اینجا فنه. بویزش حالا بررسی کنیم. but or yet so. به این 7 میگن پایه‌ای ترین یا ساده ترین کلمات ربط در انگلیسی که بین 2 تا جمله قرار میگیرن و در نهایت یک جمله مرکب یا اصطلاحاً compound sentence رو به ما میدن. برای همین عنوان این درس هست compound sentences، یعنی ساده ترین حالت وصل کردن 2 تا جمله به هم دیگه و تشکیل یک جمله مرکب. این توضیح اولی بود که شما and و or و but و so رو دارین میبینید. یه مثال اینجا نوشته. ببین خیلی مشخصه دیگه. این هر روز صبح زود بلند میشه و برای خودش صبحانه درست میکنه. این تجمیع 2 تا چیزی که آقا من اوکی از خواب بیدار میشم، صبحانه‌م هم درست میکنم. I get up early in the morning and I make an omelet myself. خودم یه املت درست میکنم. دقت کنید بینشون and اومده که باید بیاد. اما یه نکته نگارشی، قبل از اینا باید حتما
کاما قرار بگیره. اینجا قبل از and کاما اومده، but اومد، or اومد، so اومد، فرقی نمیکنه. قبل از همشون کاما میاد. برو مثال صفحه فکر کنم مثال صفحه 34 رو خوندم. بله این مثال صفحه 34 بود. حالا میریم مثال صفحه 35. ببین اینجا دو تا یه عکسی هست، یه کتابی هست خیلی کسل کننده هست ولی باید بخونتش. تضاد دیگه. The book was boring. کتاب خیلی کسل کننده بود. But قبل but کاما آمده. Tom had to read it. تام مجبور بود بخونتش. بریم سراغ صفحه 35. همجور پایینش گفته اینا رو با and و but پر کنید. They went to the park yesterday. رفتن پارک دیروز. We went to the park and we had a wonderful time. خیلی هم خوش گذشت. بهنام's family went to the zoo last week. رفتن باغ وحش خانواده بهنام. But they didn't enjoy it. لذت نبردن. تضاده. رفتی باغ وحش لذت نبردی، خب میرن که لذت ببرن. این برعکس شده. سوسن یا سوزن has a pink dress. یه لباس صورتی داره. But she never wears it. ولی هیچ وقت نمیپوشیتش. مگه دیوانه است؟ خب این تضاده. کیت saw سوفیا. کیت سوفیا رو دید ولی باهاش حرف نزد. But she didn't speak to her. My English class is enjoyable. کلاس انگلیسی من خیلی لذت بخشه. واقعا لذت بخشه. آخ. But I have a lot of homework. ولی کلی تکلیف دارم. بریم صفحه 36 رو هم کامل کنیم اگه تایمی داشته باشیم که داریم. بله اینجا نگاه کنید. اینجا اوره. او رو داره یاد میده. اور یعنی دو تا آپشن مختلف، متفاوت، نه متضادها. You should do your homework. You should wash the dishes. ببین یا برو مشقات انجام بده یا برو ظرفا رو بشور. You should do your homework, comma, or you should wash the dishes. or اینطوریه. مثلا میگم I will buy that car. اون ماشینه رو میخرم. or I will ride that bike. یا میرم سراغ اون دوچرخه یا موتورسیکلته. آپشن دارم دیگه. انتخاب دارم. و بریم بالاخره سراغ سورم که گفتم من میخونم جمله رو پایین ترجمه میکنم. سعید studied hard for the exam. سعید برای امتحان خیلی درس خوند و so he passed it. نتیجه چی شد؟ قبول شد. چقدر خوب. و بالاخره صفحه 37 رو هم که نکتهشو گفته اینجا آخر پایین آخر صفحه گفته که آقا یک کاما گنده هم کشیده که آقا قبل از اینا کاما بذارین. من اون جملات بالا رو براتون میخونم کامل میکنم و تموم میشه. My mother doesn't like fast food. مادر من فست فود دوست نداره. خب نتیجه چیه؟ So she doesn't eat any. اصلا چیزی نمیخوره. I go out tonight. امشب میرم بیرون. Or I take a rest. یا استراحت میکنم. آپشن داریم. We can eat our lunch at the restaurant. ما نهار رو میریم رستوران میخوریم. Or we can have it at home. یا تو خونه میخوریمش. That dictionary is expensive. اون دیکشنریه چیه؟ گرونه. دیکشنری هم گرون شده. So I can't buy it. در نتیجه نمیتونم بخرمش. This dress is not comfortable. این لباس راحت نیست. So نتیجه چیه؟ She rarely wears it. خیلی به ندرت میپوشتش. اینم از داستان جملات مرکب. Compound sentences تا پایان صفحه 17. تا پایان صفحه 37. براتون بهترین ها رو آرزو دارم. موفق باشید. خدا نگهدار.